به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و این لحظه ما با شما یک جای با استادان و یک جای با شبکه نجم تیوی آموده هستیم درباره ایدی که در پیش است، درباره عید سعید فطر صحبت داشته باشیم. و چون برنامه ما مستقیم است این لحظه ها و پس از چند لحظه در بعضی منطقه های کشورهای دنیا وقتی افطار می شود، در بعضی جاهای دیگر وقتی نماز تراویح می شود، از این را ما صحبت را خود حاضر آغاز می کنیم و من به استودیو مهمانان را دعوت می کنم. ادهم حیدرزاده، استاد ادهم حیدرزاده، خوش آمدید به افیر مستقیم ما. سلام باشید، خداوند نگهدارتون. عطاالله منامی، خوش آمدید. خوش باشید، سلامت باشید، آباد باشید برادر عزیز. اینجا استاد ما محمد علی، خوش آمدید شما نیز و قاری مصطفی نیز در یک جایگی با ما هستید. خوش آمدید هر یک شما. و بیایید از خود حاضر آغاز کنیم استادان گرامی، چون وقتمون هم خیلی محدود است و گفتنی ها خیلی زیاد است، گفتنی های ایدانه و طبع هر یکی ما و شما ایدانه است. باور کنید این یک نعمت از جانب الله سبحانه و تعالی که ما و شما را نصیب گردانده است که ما ماه رمضان را توانستیم امسال نیست روزه گیریم، توانستیم امسال نیست عبادت کنیم، توانستیم امسال نیست صدقه دهیم و این نعمت بی‌بها الحمدلله نصیب ما و شما و نصیب آن تماشابینانی که این لحظه ها ما را تماشا میکنند نصیبشان گردید و این بی‌بهاست و ناتکرار است. عموما صحبت کنیم درباره عید و از سرشوی برنامه من یک و یک بار به سوال ها میگذاشتم اگر شما راضی باشید و اینجا به استاد ادهم حیدرزاده من سوال اول را داشتم، چون واقعا یک سوال عجیب هم هست درباره در بعضی مناطق کشور در پیش که عید می آید عرفه معمول شده است. یک روز پیش از عید میگویند عرفه و به همدیگر آش پلاو میکشونند و باز در بعضی منطقه‌های دیگر نامش را اگر در ذهنم خطا نکنم آشپرکان نیز میگویند در بعضی منطقه ها، یعنی که از به همسایه ها آش میبرند. سوال چنین است، آیا این عنعنه است یا اینکه سنت است یا اینکه به همین مانند در سنت ثابت شده است استاد؟ بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. پیش از همه بینندگان عزیز را خوش آمدید میگم در این برنامه مبارک. انشاءالله برنامه‌ای که درباره عید، سنت و آداب‌های عید و بعضی عرف و عادت‌هایی که ما داریم صحبت خواهیم کرد. انشاءالله امید داریم که این برنامه مفیدی خواهد بود. این عادتی که شما گفتید برادری عزیز اکمل جان، این عادت مثلا در جای ما در استراوشن اینا آشبرک و آشبیارک میگن به این که اصطلاح مردمی آشبرک و آشبیارک. اگر فلسفه همین چیز بینیم مقصد بینیم که همین چیز از کجا پیدا شده است که برای چی این کار کرده نشد، البته این چیز از همون فرهنگ مردم ما که با اسلام آمیخته شده است. تو فرهنگ مردم ما که خمیرش از اسلام است، خمیرش از دین است. دین است که مردم ما را مثلا همین فرهنگ‌های خوب، عادت‌های خوب، عرف‌های خوب برای مردم ما تلقین کرد. از جمله همین عادت‌ها همین عادت آشبرک و آشبیارک است که مثلا ما چی در قرآن چی در سنت وقت نظر کنیم میگه درباره اطعام الطعام، یعنی که طعام دادن، طعام تقسیم کردن، گشنه سیر کردن، دستیاری دادن، آیات‌های بسیار است، هم حدیث‌های بسیار است. الله تعالی مثلا در سوره انسانی که
انسانی که طعام میتید میگه که این صفت انسان ابرار است. ابرار الله تعالی میگه که ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، یعنی در جنت اونها از اینکه ظرف های آب می‌نوشند، از ظرف های که آب استعمال میکنند که از کافور است و بعد بس میکنند. میگه که وصف انسان های ابرار میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، طعام دادن دوست میدارن، یعنی که محبت به همین عمل دارن. چرا اینکه این عملی است که الله تعالی اونها رو به این چیز توجه میکند. منو ببین، مسکین طعام دادن، یتیم طعام دادن، اسیر حتی طعام دادن، این از اینکه سنت های اسلام است. بنابراین عملا به همین آیت ها، مثلا دیگه آیت ها میگه که انسانی که طعام میتید مسکینه، یتیم دستگیری میکند، بیچاره به طعام میتید، میگه که اینها از اصحاب میمنه هستند، چه در سوره لا اقسم میگه. اصلی همین عادت ها هم بینیم اگر عادتا تکیه بر همین چیز علمای وقتی که مثلا این عادت از که پیدا شده باشد، از همین آیات ها اقتباس میگرفتن و مردم ترغیب به همین کارها میکردن پیش از این. و مثلا حدیث میگه که سبب داخل شوی حدیث انسان به جنت این اطعام الطعام است. حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که ایها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا جنة ربكم بسلام. دیگه مردم طعام چه بیچاره طعام چه خشتبار پیوندش نگاه داره، نماز شبتون خونه در حالی که مردم خواب هستند، به جنت خدای خود آرامانه و با سلامت خواهید درآمد. یعنی این کارها همش ریشه اش همین توجیهات نبوی هست، توجیهات پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اینا برای مردم ما همین چیزا برای خود عادت گرفتن. این هم یکی از عادت البته سنتی حسنه هست، سنت نیک هست از جهت اجتماعی. بینم اگر شاید که انسانی هست که گرسنه هست برای شبیه چیزی ندارد، این مردم به همین چیز یعنی طبقه های قشر فقیر جامعه را عیبش میپوشاندن به همین چیز. ماشاءالله بهترین یک انانه خوب است، یک انانه دوست داشته بین مردم. و انشالله باز صحبت برمیگردیم. اینترنت شما کمی باز ضعیفتر هم هست، سستر است و ما شما رو قدر خوب بعضا میچسبد. و بیایید به سوال دیگر گذاریم. اینجا با قاری مصطفی من میخواستم یک سوال اویدی آداب و سنت های عید سعید فطر گفته میگذاشتید و بعدا ما به شرح این باز زیادتر وارد میشویم و برمیگردیم انشاءالله. الحمدلله، صلاة و سلام علی رسول الله. اما بعد عرض سلام خدمت همه استادان بزرگوار و تمام بینندگانی که این ساعت ها با ما هستند. در این ساعت های خیر و برکت خداوند در خاندان هر یک من و شما خداوند فیض خود برکت خود ارائه کرده باشد و یک من شما را در حفظ امانش نگهدار باشد. اطراف سنت هایی که و آدابی که در این روز سعید فطر می شود، از بس که چند روزهای کم به شمار مانده، فردا یا پس فردا روز عید سعید فطر است. یکی از سنت هایی که در این روز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من و شما تعلیم دادن این است که وقتی که ما به سوی مسجد روان میشویم حتما که در این روز افطار کرده باشیم، تناول کرده باشیم و این هم باشد از خرما. پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن و این هم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است که چند خرمای استفاده کرده باشند، این هم تاق باشد یا یک دانه یا 3 دانه یا 5 دانه، یکی از سنت هاست. و این در عید سعید فطر همین است که باید افطار کرده باشیم و باید به سوی مسجد روان شده باشیم. و در عید قربان باشد برعکس این است، اینکه سحور نمی کنند تا زمانی که باز بگردن از همان قربانی که کرده میشه از اون استفاده کنند. این یکی از سنت هایی که در این روز سعید فطر کرده می شود. دوم سنت هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امت تعلیم دادن این است که وقتی که مسجد می روند در راه، از این طرف که رفتن در بازگشت باید راه را دگرگون کنند. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که کان رسول صلی الله علیه و سلم یخالف الطریق،
یک راهی را که به مسجد میرفتند در بازگشت اون راه را دیگر میکردند و راهی که به مسجد میرفتند راه را درازتر میکردند به خاطر اینکه همون ذکرها و شعار اسلام را در راه نشان میدادند تا اینکه به مسجد رفته شود. و اینچنین در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که نفری که به سوی مسجد میرود بهترین وضو را میگیرد و به سوی مسجد میرود، هر یک قدمی که میگذارد یک اجر داده می شود و هر یک قدم دیگری در یک خطای اون بخشیده می شود. این حکمت همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم راهی را که به سوی مسجد میرفتند یعنی به سوی طاعت دراز میکردند. و دیگر از آداب این روز عید سعید فطر این است و از ابن عمر فرزند حضرت عمر این چنین روایت شده است که بهترین لباس را میپوشیدند. یکی از مستحبات در این روز آداب روز عید این است که بهترین لباس پوشیده شود و از سنت این است که از خوشبویی استفاده کرده شود و اینچنین مسواک کرده شود. اگر مسواک پیدا نکردند همون خمیره دندانشویی که هست با اون دندانهای خود را تمیز کرده باشند و اینچنین مهمتر این که در این روز سعید فطر غسل تام کرده باشند یعنی غسل پره کرده باشند و در روایت آمده است که ابن عمر بیرون نمی شدند یعنی به سوی مسجد نمی رفتند تا زمانی که غسل نمی کردند. یعنی در این مستحبات این روز این است که غسل کرده باشند و در راه برآمده باشند به سوی مسجد. و دیگر چیزی که از تعلیمات دین مبین اسلام است در راه وقتی به سوی مسجد می روند تکبیر گفته باشند. همین تکبیر تشریقی که در خود ما مشهور است از این عبارت است که الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. همین تکبیر را در راه گویان به مسجد روان شوند. متاسفانه دیده می شود امروز بعضی از برادران دوستان در همون راه از سخنهای بیهوده استفاده میکنند. یعنی تعلیم دین این است که حتی با صدای بلند در راه وقتا به سوی مسجد میروند با همین ذکر تا به مسجد رفته باشند. در احادیث همین وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم این تعلیم برای امت دادند که از این که نماز بامداد را میخواندند پس از آن تکبیر گویان تا نماز عید تا به مسجد رفتن در صحن مسجد هم این تکبیر را تکرار میکردند. این تکبیری که گفته میشد در راه و این حکمت های خودش را دارد که در راه رفته شود و یک شعار اسلام را یک مهربانی اسلام را برای مردم نشان دادن است. و اینچنین نقطه مهم این که اشاره کردیم به این قدر اسلام عزیز تازگی یعنی غسل کردن، بهترین لباس را پوشیدن، بهترین خوشبو را استفاده کردن و دندانهای خود را تمیز کردن همه این تعلیمی است که امروز جامعه نیاز دارد و امروز همین روزی که ما قرار داریم در این بیماری پاندمیا هست همین را اشاره میکنن حالا اون که اسلام عزیز 14 عصر پیشتر این را اشاره کرده بودن. بله خیلی خوب، تشکر زیاد. شما خیلی خوب شرح دادید درباره آداب و درباره سنت در عید سعید فطر. و تماشاگران گرامی باز صحبت ما این لحظه ها مستقیم است، شما مستقیم ما رو تماشا میکنید و در مهمانی ما استادان از شبکه نجم تیوی هستند و ما میان شما پولی هستیم. اتهم حیدرزاده چیز گفتیم. صدای من هست یا نیست؟ بله شما رو میشنیم. استاد من چی وای کردم علاوه کردم در مسئله که همین برادر عزیز ما گفتن که طعام خورن مثلا پیش از رفتن افطار کنن، یعنی معنیش این است که پیش از اون که انسان نماز بامداد خواند باید یگان چیز تناول کند. در حکمتش هم گفتم شیرینی باشد بهتر است. در حکمتش هم گفتن که انسان مسلمان گویا به الله تعالی میگه که الله تعالی تو من در دوام یک ماه گفته که بعد از اون بامداد هیچی نخور. یعنی که امروز که گفتی که خور من اولین کاری که در اینجا شروع میکنم به امر تو شروع میکنم، یعنی که به خوردن. و این یک عادت عنعنه خوبی است. مثلا ما وقتی در عربستان بودیم میدیدیم که بین نماز تا نماز این مردم خرما تقسیم میکردن، بعضیا شکلات هم تقسیم میکردن که در آخرها در تاجیکستان همین عادت کم کم پیدا شد. مردم پیش از نماز عید رمضان عید فطر شکلات تقسیم میکردن یا خرما تقسیم میکردن. یعنی شیرینی.
بله مسئله تکبیر هم باشد یک نکته عجیب هست. علما میگن که همین تکبیره که انسان سحری عید گفته میرود این معنیش این است که یعنی که الله تعالی رو به بزرگی یاد کردن. میگن که این ماه مگر انسان به بدن خودش به تن خودش به دست و پای خودش احساس کرد که انسان میتونست که زبانش از حرام نگه دارد، دستش از حرام نگه دارد، چشم دوش از حرام نگه دارد. بنابراین الله تعالی به بزرگی یاد میکرد که به همین چیز هدایت کرد و در دوام یک ماه و هم از الله تعالی میگن که یک مسئله هست که همین چیز برای رو بردوام کن در دیگر ماها. این توحید بن عاشر هم میگن که مشرکای مکه عادت داشتن که وقتی عیداشون پیش بتاشون تعامل میموندند و بتا رو به همون خون قربانی میموندند روز. اسلام گفت که بجای این یعنی که شما در عید الله به بزرگی یاد کنید، همین تکبیر الله اکبر الله لا اله الا الله به بزرگی یاد کردن الله تعالی هست تا اینکه به مشرکان یک جوابی معنوی شود که مثلا ما در عید هم خدای خدا عبادت میکنیم. این یک زیبایی اسلام است که عید هم ما عبادت را رعایت میکنیم. عید ما بی‌بندوبار نیست چخیلی که اسرافکاری و دیوانگی باشد و شراب نوشی و رقص و بازی های بیکار باشد، بلکه عبادت است. تو به عیدمون به نماز شروع میکنیم. بفرمایید برادر. بسیار وقت گرفته. نه خیلی خوب شرح دادید و آداب هم هست. ببینید که چگونه یک با آداب مخصوص همگان میروند و حتی کودکان رو نگاه میکنیم که کودکان لباس های زیبا پوشیدند و یک به همین موافق یک سوال دیگر نیست اینجا پیدا شد. من آن را میخواستم از استاد محمد علی بپرسم. خب در یاد داریم در وقتی خورد بودیم عید که شد دیگر کودکان همه لباس های نو به بر میکردند و بعد خوشبوی ها کرده ایستاده کوچه می بر آمدیم. بعد تقا و عمک و یا خویشاوندان یک سوم دو سوم برای ما پول میدادند، عیدی پولی میگفتند. درباره همین مانند انعنه های خوب یک کم شرح میدادید و اگر روایات و حدیث باشد کوتاه نقل میکردید. درود و سلام بر پیغمبر آخر الزمان. البته بسیار یعنی سوال خوب نمودید و این سوال یک غمخواری و مهربانی دین مبین اسلام را نسبت به کودکان، نسبت به ناداران و محتاجان بیان می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان به ما و شما امتانش تا به روز قیامت امر کردند که شما ای مسلمانان در روز عید محتاجان را، کمبغلان و ناداران را از طلبندگی به نیاز سازید. یعنی پیش از آنه که آنها چیزی بطلبند شما به کمبغلان و ناداران و احتیاجمندان خیر و سخاوت بکنید که آنها نیز در این روز عید مسلمان ها روز خرسندی آنها نیز خرسند و آسوده و یعنی که سیر و خانه هایشان خوب و همه یعنی چیزهای ضروری برای آنها فراهم باشد. برای همین هم میبینیم دین مبین اسلام را که صدقه فطر را بر ما و شما واجب گردانیده است و این صدقه فطر را سبب بخشیده شدن کوتاهی ها و کمبودی هایی که در روزه ما و شما رخ میدهد، خواه به سبب کوتاهی و کمبودی، خواه به سبب گپ های بیهوده و ناجا و نالازم. برای همین هم این انعنه بسیار خوب است و این انعنه را باید ما ادامه بدهیم و در برآوردن و دادن آن مال غمخواری به کودکان، مهربانی به کودکان و این چنین کمک به نیازمندان و محتاجان را نیت بکنیم تا اینکه و برای خدا عطا نماییم تا یک ثواب بزرگ برای آخرت ما و شما بگردد. همچنانه که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند ما نقص مال من صدقه، هرگز مال کم نمیشه مادامی که انسان صدقه و خدا دارد و کاروبار درست را پیش گرفته است، باز الله سبحانه و تعالی رزق و روزی او را زیاده می‌گرداند. برای سنت های روز عید کنیم، اولا از و التجا دارم که با همه خیر و برکات ما و شما را به این عید مبارک برساند
و اعمال ما و شما را قبول بفرماید و حالا هم پیشتر از آمدن میگویم که خداوند خیر و مبارک بگرداند به همه ما و شما و جمله شنوندگان و دوستان و خویش و اقارب. یکی از سنت ها و مستحبات روز عید این است که انسان بر وقت از خواب بخیزد و همچنانی که گفتیم غسل میکند، آمادگی میگیرد و نماز بامداد را با جماعت دریافت میکند و نماز تهجد میخواند که این هم یکی از سنت های بسیار زیبا و بسیار مؤکده رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و بعد از آن نماز بامداد را در مسجد محله میگذارد. یعنی علما میگویند که نماز بامداد را در مسجد محله اش میگذارد. بعد از آن به نمازگاه میرود. مستحب است که انسان ها در نمازگاه بخوانند نماز عید را. نمازگاه پیشتر در محله ما یک جای بسیار وسیع و گشاده بود که او را مردم برای گزاریدن نماز عید آماده کرده بودند و این هم طبق سنت زیبای رسول صلی الله علیه و سلم می باشد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به یک مکان وسیع و گشاده به نماز عید می برآمدند و از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و آداب زیبایشان این بود که امر میکرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تمام مردم را به نماز عید بیایند، زنها بیایند، حتی دختران پسی پرده نیز به نماز عید بیایند تا از برکات این روز و از دعای نیکی که در آنجا کرده می شود بهره شوند. و اما زنهایی که در بیماری ماهانه قرار داشتند که برای آنها نماز گزاریدن درست نیست، در این حالت آنها باشند یک جا یک طرفه می ایستادند و دعای مسلمانان را آمین می گفتند و دعای خیر برای دنیا و آخرت خود می گفتند و این ذکر و نمازگزاری و تلاوت ها را گوش می دادند. و دیگر مستحبات امروز مسواک کردن است. مسواک این یک چوب مبارک طبی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را استفاده کردند و ما و شما را امر نمودند که مسواک کردن پاک میکند دهان را و خوشنود میسازد الله سبحانه و تعالی را. یعنی این مسواک یک چوب مبارک است که هم صحت و سلامتی دندان ما را، هم پاکیزگی او را، هم رضای الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به جا می آید. باز یک چیز دیگر نیست هست اینجا، بعضی عملها در عید جایز نیست و در عید سعید فطر کدام عملها باشد؟ من خواهش میکردم مطالعه منونی را به همین سوال کوتاه شرح میگفتید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان گرامی قدر، برادر عزیز که اکمال، اینچنین هر نفرانی که این لحظه های مبارک ما را شاهده کرده ایستادید و به یکایک شما قدوم این ایام مبارک، قدوم عید سعید فطر، عید مسلمانان، الله سبحانه و تعالی مبارک و پرفیض بگرداند و خداوند با قدوم این عید مبارک بر خاندان شما فیض و رحمت و برکات زیاد خداوند عطا فرماید و همیشه و سالهای آینده خداوند ما و شما را با سرور و شادمانی به ایام عید مبارک، اینچنین ایام عید قربان نیز الله سبحانه و تعالی ما را برساند. و چنانه که استادها اینجا فرمودند سنت ها و آداب های عید را برای ما فرمودند و یکی از آن چنانه که گفتند این سحری پیش از آنی که به عید رفتن یگان چیز خوردن است و از این معلوم می شود که اولین چیزی که در این روز برای مسلمان شایسته نیست این روزه گرفتن است و علال خصوص در روز عید سعید فطر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است از ابی سعید خدری رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، ابو سعید خدری میگویند نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم
النحر یا یوم الاضحى. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را نهی کردند، باز داشتند، یعنی من کردند از روزه گرفتن دو روز، یکی روز عید فطر و دیگری روز عید اضحی، روز عید قربان، همون روزی که قربانی ها را ذبح کرده می شود. و در دیگر حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که امروز روز فطر است، شما بخورید، و اینچنین در روز عید قربان است که میگویند الیوم یوم اکل و شرب، امروز روز خوردن است، روز نوشیدن است، بخورید. و چنانه که استاد گرامی قدر استاد ادهم حکمتش را بیان کردند، گفتند که 30 روز ما زبان حال ما میگوید که پروردگارا من 30 روز تو را فرمانی تو را اجرا کرده، به تو اطاعت نمودم و وقتی که تو گفتی بعد از اذان بامداد نخورید، من 30 روز نخوردم و امروز که با همون فرمانی تو که میگویی بخورید من میخورم. و وقتی این روز عید انسان روزه میگیرد، این تماما یعنی عکس گفته های خداوند و عکس گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. برای همین شاید بعضی نفرها سوال کنند که خب 6 روز شوال یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ماه مبارک رمضان 6 روز شوال را به روزه گرفتنش پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نمودند و گفتند که صیام الدهر، کسی که اگر 30 روز رمضان را، ماه مبارک رمضان را روزه گیرد و اینچنین بعد از 6 روز اگر ماه شوال را روزه گیرد، گویا 1 سال پره روزه گرفته است، ثواب و اجر ثوابی 1 سالینه روزه را میگیرد. این آغاز می شود بعد از روز عید فطر آغاز می شود. و بعضی نفرها پرسیدند که اگر روز جمعه موافق بیاید چی؟ بگذار روز جمعه موافق بیاید یا روز شنبه موافق بیاید، مهم آن است که همون روز عید ما روزه نگیریم. و در ماه شریف رمضان روز عید فطر 1 روز است و در عید قربان بعضی از اهل علم ایام تشریق، یعنی بعد از همون روزهای عید قربان هم 1 چند روز را نهی کردند که روزه گرفته شود. خب این اولین کاری که در روز عید برای مسلمان شایسته نیست آن را اجرا نکند. اینچنین شاید ملاحظه میکنیم که در بعضی جایها، در بعضی مناطق عادت است که همچون ماتم یا نفرانی که خیش و تبارشان گذشته بود 2 ماه 3 ماه پیش، همون روز را همچون روز ماتم چی میکنند؟ قبول میکنند روز عید را و تعزیه قبول کنی. یا بعضی جایها هست که مثلا زیارت قبر و قبرستان میروند و برای همین اصلا ما نظر کنیم ماهیت عید، الحمدلله که روزهای آخر مردم عزیز ما ماهیت عید، این 2 عید بزرگ مسلمانان را درک کرده ایستادند و این عادتها خیلی مشاهده می شود که کم شده ایستاده است و حقیقتا مردم در این روز خوشحالی می کنند و درهای مسجدها گشاده می شود. حتی همین عیدهای آخر در محله های ما، در همون جای ما که ما استقامت میکردیم، در همون جا حتی ما بعضی بازی ها رو برای کودکان تشکیل میکردیم، بازی هایی که بطوط میگفتن، یک بازی که کودکان میبروندند و بازی میکردند و خرسنده میکردند. همین خیلی بعضی شکل های بازی را تشکیل میکردیم، بازی میکردند. خلاصه یعنی مفهوم عید مفهوم خرسندی و خوشحالی است. امروز که ما طاعت و عبادت پروردگار را اجرا کردیم، سزاوار است که میسزد که ما خوشحال شویم و شکر کنیم. حتی در آخر آیت روزه الله سبحانه و تعالی میگوید که لعلکم تشکرون، و شاید که شما از جمله شکرگزاران باشید.
الله ما رو نصیب دید که ما طول یک ماه روزه گرفتیم، با طاعت و عبادت این ماه را سپری کردیم و امروز روز عید است، روز خوشحالی است. نباید که ما این روز را به ماتم یا به ماتم زدگی یا به قبرستان و به دیگر جایها خود را بزنیم. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که از در مسند امام احمد رحمت الله علیه و ابو داود اینچنین روایت کردن در سننشان، پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امتان را گفتند که راهنمایی کرده، گفتند که لا تتخذوا قبری عیدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قبر مرا همچون عید شما برای خود نگیرید که چنانه که بعضی قبرها رو میروند یک مدت معین زیارت میکنند، شما قبر من را این طور نکنید. تصور کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم از قبر خود نهی کردند، چی باشد که دیگر قبرها. دیگر روز نیست که آیا ما مخصوصا روز عید را روز زیارت قبرستان قرار دهیم و روز ماتم قرار دهیم. این روزی که ما باید خرسندی کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان لکل قوم عیدا و انه یوم عیدنا. گفتند هر قوم عید خود را دارد و ما مسلمانان نیست عید خود را داریم. روز فطر، روز سید فطر و عید قربان این عید مسلمان ها است. ما باید سرور و شادی رو باید همدیگر رو تبریک کنیم، خرسندی کنیم، خوشحالی کنیم. صحابه ها وقتی نماز عید را میخواندن همدیگر رو میدیدن میگفتن تقبل الله منا و منک، خرسندی میکردن، خوشحالی میکردن، در حق همدیگر دعا میکردند و میگفتن که الله از ما و شما قبول کند، قبول کرده باشد، بپذیرد. گویان همدیگر را دعا میکردند. برای همین و من نیز در خاطر دارم، ببخشید استاد عزیز، در خاطر دارم که واقعا این گونه چیزی که شما گفته گذاشتید نوکک، مخصوصا باز در عید وقتی که در خود تاجیکستان زیاد مشاهده می شود که سر قبر می رفتند و در روز عید یا چند روز عید و باز چند روز بعد از عید، یعنی که 3 روز بعد از عید نیست، دعا میکردند و نمیدونم. خیلی خوب شما شرح دادید و شما بون حتی حدیث هم آوردید در این موضوع و من فکر میکنم که این کشاد شد، یعنی روشن شد برای دیگران. دیگر ماتم نه بلکه عید است و خرسندی کنیم و باید خرسندی کنیم. و در همین موضوع، در موضوع خرسندی و بین فرقیت مردم، یک کوتاه از استاد محمد علی خواهش میکردم که شرح دهند، چون یک خصوصیت فرق کننده برای قشر گوناگون است، یعنی قشر گوناگون جامعه خصوصیت فرق کننده دارد. انا همین عید سید فطر و عید الاضحی، درباره همین عید سید فطر و مثلا نه کم بغل است نه بای است، چون به مسجد که آمدیم همه یک خیل هستند، یک نمود انسان هستند و همه در صفهای پیش، نمیگوید که بای ها صفهای پیش روند و کم بغل ها صفهای قفا روند، نه، البته همه یک جا هستند و این یک خصوصیتی است که باور کنید به یگان عیدهای دیگر اهل کتاب و یا دیگر کس مانندی ندارد. درباره همین کتاب گفته می‌گذاشته شرح می‌داده. اکمل جان، پیش از اینکه استاد درباره این چیز که هم زدن، من تقریبا با سخن استاد اطهرالله یک چیز گفتنی هستم که حدیث در صحیح بخاری اومده است. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی نماز عید خوندند، خانه آمدند، بعد از کمتر دم بگرفتن که دو دخترک در اومد. اونجا مادرمان عایشه نشسته بودن، دخترکا شروع کردن به سرود خواندن و رقص کردن و بازی کردن. حدیث در بخاری است که بعد کمتر حضرت ابوبکر در اومدند و دخترها رو مثلا سرزنش کردن که نخود خونه پیامبر جای سرود و رقص بشه، که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که ما برای هر یک قوم عید است، خاردار نشو، بگذار خرسندی کنن، عید کنن. یعنی که این چیز مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود که عید معلوم است، یعنی عید این معناش خرسندی است، خوشحالی است. روزی البته معتاد نیست که ما مثلا در جای ما هم بعضی متاسفانه میخواد است که آدمی که مرده باشد حال یک سال نگذشته باشد، غالبا در تیک درش میگیم که خرک میمونن، استری نشستگی میشینن، آدمو میرون. متاسفانه باید عید باشد، نه اینکه روز ماتم اینکه یاد کردم.
یاد بود به اصطلاح. تشکر زیاد استادان. شما هستید که همین روشنایی میشود در نزد دیگر مردم، چون مردم میگویند که همین گونه در روز عید مثل که شما گفتید خرک را ماندن و بیرون نشستن و باز زنها گریه کردن و یعنی مرده یک هفته پیش مرده است و 40 روز پیش مرده است، دیگر اونجا روز ماتم نیست، عید است. آخر عید است، باید که چنانه که شما گفته گذاشتید عید کنیم، نه اینکه همدیگر را باز هم زیق شوند. و از انشاءالله باز این موضوع ها رو من فکر میکنم که این موضوع خیلی موضوع وسیع است. اکمالش دیگه برادر اومد بعضی استادای کانسول ما میگفتن که احتمال زیاد است که همین دشمنان و اسلام همچون دسیسه در آوردن همین چیزا، خصوصا منطقه ما بسیارتر به همون گویم که مقصد از اون یهودای بخارا میگفتن شاید همین چیزا داخل شده باشد به مردم ما که تا تو نگذاشتن که ما عید کنیم، بلکه عید به ماتم تبدیل کنیم. ما لیکن البته به این فتوای خود چون مثلا جامعه‌های اسلامی پوشوندن همچون یک فتوای اسلامی پیشکش کردن، لیکن اصلا در اسلام این چیز نیست. البته نقش دشمنای هم برای این چیزا بین مردم پنهان کردن و مردم خرسندیشون رو به ماتم تبدیل دادن، البته اینم یک که وارد است. از احتمال دور نیست که چنین شده بود، چون در انهای گذشته یعنی که در سنتی صالحان این گونه نبود، یعنی که هیچ کس روز عید ماتم نمی کرد. نوکک شما گفته گذاشتید، چون اگر که عید کی باشد بگذار که خرسندی کنند مردم و انشالله که مردم عادی بعد از شنیدن صحبت های شما انشالله که یک چیزی خوبی به خودشان درس میگیرند و درس عبرت انشالله. خب درباره بله در خودی در اطراف یک اشاره اجازه باشد. بله خوری مصطفی مرحمت. همین معنا از عید یعنی نباید دانسته باشیم که عید به همین معنا که همون روز عید هم که باشد باید عید را همچون طاعت و عبادت قبول کرده باشیم. متاسفانه بعضی در خودمان هم این هست که در همین روز عید هم باشد بعضی ها فکر میکنن که امروز تنها باید روزی خوردن باشد و خانه گشتن، بعضی ها حتی ترک نماز میکنن. اساس عید همون است که همون روز عید هم که باشد ما به سوی خداوند ذکر و طاعت و شکر خدا زیاد کرده باشیم. عید این طور قبول نکرده باشیم که تنها گشتن باشه. حتی بعضی جایها که زنها با مردها که محرم نیستن یک جا شده عید میکنن، یعنی عملهایی که در روز عید نباید این کرده شود. خاصتا در این روز که اینقدر یک ماه ما طاعت کردیم نزد خداوند از قیام لیل و از روزه‌ای که داشتیم، باید دعا و تضرع نزد خداوند زیادتر باشد. در این روز متاسفانه که زیادی از مردم از این هم خبر دارند که در این روز حتی اگر خانه هایی که رفته می شود حداقل یک حدیث گفته شود، یک مردم را به سوی خداوند خوانده شود. در این روز عید مسلمان همان روز باید باشد که در آن روز ذکرش زیاد باشد، طاعت خداوند تقوایش زیاد باشد. خدا نکنه اگر همین روز عید هم باشد و کسی دست به معصیت بزند یا عید نامیده نمی شود. خاص عید مفهوم و معناش همین که در این روز به سوی خداوند بازگشت زیادتر باشد، نمازهای جماعت باشد، دعا زیاد باشد، حتی قرآن خوانده بتوانند در این روز. این یکی از اشاره ها و نقطه های مهم است که باید جامعه دانسته باشند که در این روز طاعت باید به سوی خداوند بازگشت زیاد کنیم، خاصتا دعا را زیاد کنیم. همین روزی که طاعت می شود آن روز عید برای مسلمان است. محمد باشم. صدای شما نیست که اکمل صداتون نیست. باشه واقعا درست گفتید. بعضی ها عید میگویند و دیگر همون عید را به طور خودشان جشن میگیرند. علل خصوص در بعضی منطقه های خود ما نیست، انعنه های از دوره به قول جاهلیت عرب ها باقی مانده است. عید که شد دیگر عید را به طور خاص خودشان جشن میگیرند. الله نگه دارد در بعضی منطقه ها عید شد میگویند و دیگر همون از نوشاکی های اسپریتی نیز استفاده میبرند.
تا استاد محمد علی پیوست شدن یک چی بود گفتنی داشتم که همین اکثریت ما که در خیلی تولدمون تقریبا 80 70 و چند همه همون دور شوروی و روسیه و همین چیزهای دیگه هستیم. همین سال نو یک ماه پیش یا 1.5 ماه پیش یا شاید بیشتر همین اعلام کردنش و رکلامش و هر نمود تشویق و ترغیب و با همه راه های و وسیله ها همین چیز پهن می شد، خواه ارچه باشد خواه دیگر چیزا. یعنی یک در حقیقت کودکو 1 ماه پیش انتظاری میکشتن، همون چیز را انتظاری میکشتن. مقصد چی؟ مقصد یا پدرکه همون چیزهایی که هدیه هست که پدرکه میگفتن. مقصد چی؟ مقصد یعنی ما مسلمان ها توانیم که عید خود را رکلام کنیم، ما تونسته باشیم که همین عید یعنی در حقیقت عید باشد. البته چنانه که گفتن از چارچوبه شریعت نبرآمده، از یعنی یک خرسندی که پیوسته همراه با شکرانه، همچون شکر همچون سپاس به درگاه الله که ما را به همین عید رسانید. و چنانه که استاد بزرگوار استاد ادهم روایت صحیح بخاری را آوردن که در خانه عایشه مادرمان عایشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم خرسندی کردند و خوشحالی کردند و ما هم در چنانه که گفتیم در عید قربان ما یک چیز تشکیل کرده بودیم، ششلیک تشکیل کرده بودیم. ششلیک همون روز عید ششلیک میکردیم. همین کودک ها یک روزی فراموش نشونده بود، انتظار میشدند. یا در مسجد ها، نزد مسجد ها همون هدیه هست که اصطلاحی همون پدرکه گوییم، پدرکه میفروختند. یعنی ما همین خیل کنیم که کودک های ما، فرزند های ما، نسل های ما با شوق و رغبت انتظار شوند عیدمان را، در حقیقت انتظار شوند، توانستن در کار که ما عید خودمان را نشان دهیم که ما عید داریم. چنانکه که رسول الله صلی الله علیه و آله ان لکل قوم عیدا و للصائم فرحتان، فرحة یوم فطره. برای روزدار دو خرسنده است، یک خرسنده در روز عید فطر و یک خرسنده وقتی که پروردگارش را عید بزرگترین در نزد الله سبحانه و تعالی. و همین گفتنی بودم تا پیوست شدن استاد محمد. واقعا چنین است و من در خاطر دارم سالهای پیش از همین بیماری ها در اروپا نیست عید را خیلی خوب جشن می‌گرفتند، یعنی که برای کودکان آماده می‌کردند، مثل که شما گفتید همون کباب ها می‌کردند و غیر از این باز مثل که گفتید بطوط آماده کرده و دیگر روزشان را خوش می‌گذراندند کودکان. و این را ما باید آموزانیم تا که کودکان ما در خاطرشان ماند، در ذهنشان ماند که ما عید را اینگونه جشن می‌گیریم و انتظار شوند. و این است یک تربیت نسل آینده ما. انشاءالله چنین خواهد بود. و بیاید برگردیم اکنون به سوالی که پیشتر من به استاد محمد علی سوال کرده بودم درباره یک همین خصوصیت فرق کننده گفته میگذشته، چون نه کمبل میشود نه ابای میشود، همه برابر هستند و همه صفای در صفای مسجد را پر میکنند و نماز میگذارند و همه همدیگر را دست پیشوده تبریک میکنند. درباره همین فایده های خصوصیت عید سعید فطر گفته میگذشته. سلامت باشید اکمل جان، بسیار خوب قید کردید. البته دین مبین اسلام دین برادری، دین دوستی، دین غمخواری و مهربانی است. آمده است این بحری مهر و محبت و کمک همدیگر و اصلاح و رفتن در راه درست. همچنانه که در حدیث ها یاران پیغمبر صلی الله علیه و در روز عید با همدیگر واخورده با چهره کشاده بسوم و دعاهای نیک یکدیگر را پیشواز گرفته می گفتند الله منا و من، خداوند از ما و شما عبادت ها را قبول بکند. خداوند الها دوستان عزیز، اصول گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، تقبل الله منا و منکم. از ها می گویم که خداوند
از ما و شما جمله عملهای نیک ما و شما قبول بفرماید. ممکن اگر در نهایت باز استادان اگر گفتنی داشته باشد، علاوه کردنی باشد چیزی، چون وقتی برنامه ما به پایان میرسد و چند دقیقه دیگر باز داریم، اگر علاوه ها باشد مرحمت من میکروفون شما رو در میکنم. چند بار برایشان پیشکش کرده بودم برای برادرانم که درباره کمتر همین عرف و عادت مردم رو گفت داریم در همین اینها. مثلا هر یک آدم از منطقه خودش، البته برای مردم خیلی شوق‌آور است، شاید بعضی‌هاشون بگن بعضی از دیگر منطقه از منطقه دیگر بی‌خبرن. البته ما در بدایت تاکید کردیم که مثلا هر عرف و عادتی که مردم دارند از اسلام گرفته است. غالبا وقتی می‌بینیم اساسی همین عرف و عادت‌های نیک همش از اسلام است. مثلا ببینید همین سلام علیکم از اسلام است، لباسی زن‌های ما از اسلام است، توی معرکه دارم همش از اسلام است، مثلا دف مثلا میشه. بنابراین وقتی عید میبینیم دوستان عزیز بسیار عادتهای خوب است. مثلا جاهای ما مردم میروند، آدمای کلانسال زیارت میکنند، آدمایی که مثلا کسلی دارن، بیماری دارن، برآمده نمیتونن، اونها رو زیارت میکنن، برای اونها ما هدیه پیشکش میکنن، خیشتبار رو زیارت میکنن، کودکای ایدی پولی میتونن که وقتی کوچه هم میگردید یا خونش داشتن میگن کودکا اصلا ایدی پولی مثلا چی میکنن، میگن ایداتون مبارک باشد، این باشد، یعنی که اشاره های به همین چیز هست. البته گفتیم استاد اتوخونم مثلا آخر وقتا در مسجدها هدیه ها برای کودکان آماده کرده میشد، مثلا چیزها تقسیم کرده میشد. یعنی که عموما عرف و عادت های خوب بین مردم ما هست که البته همه این از اسلام نامو میگیرد و تا حال الحمدلله که این چیز دوام داره. تا حتی مثلا در زمان شوروی هم ما بودیم، با وجود که شوروی اینقدر حکومت پر اقتدار بود و اینقدر نیرومند بود، این ایده از که همچون یک ایده خلقی از بین برده نتوانست. مردم بجای اید میکردن. مثلا ما از همین آشبرک و آشبیارک میفهمیم که روز اید بود، چون که مسجد نبود، مثلا اذان نبود، که نماز نبود. از همین چیز ما درک میکردیم که اید آمادگی است. هم یک عادت دیگر این است که در جای ما نوعروسا دخترها برای اید تبریک کنی میروند. سحری اید 3 روز اید میگردن تا اینکه نوعروسا رو تبریک کنند. این عادت فقط در دختر بچه ها هست. اما دیگر باز خیشتبار رفت آمد و اینها هم خیلی عادتهای خوبی هست در بین مردم ما. من امید دارم که در دیگر منطقه ها همین چیزها هست، برادران من برای ما کمتر درباره عادتاشون میگفتن خیلی خوب بشه، چون که بله ما از هر گوشه و کنار تماشا دارم از جمهوری. خیلی که شما گفتید برک و آش بیارک در جای ما در طرف های قسمت کانی بادام و اسفره این رو آش پرکان میگن، آش میپرد و به خانه همسایه ها میروند، یعنی که بین هم دیگر. و این به نهایت اصلا همین چیز چقدر که شما گفته گذاشتید، اصلا همین چیز ما درک میکردیم که وقتی که خانه ما آش می آمد و ما خانه کسی دیگر آش می برده میفهمیدیم که پگاهش عید میشود. علاوه بر گفته استاد آدم، چون که گفتن همین عادت زیارت بزرگسالان خیلی الحمدلله رایج بود. من در یاد دارم که هر سال هر عید با پدر را همراه گرفته، پدر میگفتن خانه فلانی میریم، فلان جا میریم، با ماشین همراهی میکردم و گرفته پدر را به هر همون نفری که سن سالشان بزرگسال بودن زیارت می رفتیم. این یک صله رحم بود و تبریک میکردیم. این چونین به خانه ما نیز می آمدن، به زیارتی بودن، به تهنیت گفتن، تبریک گفتن عید، همه خیش و تبارا یک همچون صله رحم خیش و تباری زیارت میکردن و همون تمامی که گفتید این چونین در جای ما هم هست. و باز یک چیزی دیگر بود، وقتی دانشجویی که من جوان عائله دار شده بودم، عائله ما همراه گرفته بودم، میخوندیم در جای ما ایدگردک تنها خیلی که گفتم همین یک کلانسالهای زیارت میرفتند و لیکن به معنای ایدگردکی که در جنوب کشور است این کمتر نبود. اما وقتی دانشجو شدیم و در اونجا تحصیل میکردیم ایدگردک اونجا دیدیم و چند روز پیش از عید در یاد دارم من میرفتم همون چیزهای شیرینی برای پخت و پز عائله برای همون زنها تا اینکه آماده کنند و دسترخوان
همین دسترخوان ایدانه آراسته میکردیم. با نوبت، حتی با نوبت دانشجوها، طلبه هایی که آیله دار نبودن به خانه زیارت می اومدن، عید گردک می شد. یک بسیار فضای عجایب بود. بعد از نماز عید شروع می شد، انتظار می شدیم تا قریبی بیگاه و چند روز دوام می کرد. طلبه ها می آمدن، دیار و دوستا، عید گردک می شد. ماشاءالله بسیار یک خاطره های بسیار عجایب بود. و بعضا باز دوستان حتی میگفتن که اگر تو خانه ما نامدی امروز من خفه میشم از تو. روز اول نامدی اقلا روز دوم بیا. و الله پاک از به نهایت یک طرز نزدیک شوی انسان به انسان در همین عید است. علاوه میکردید استاد محمد علی درباره عنعنه های ایدانه؟ سلامت باشید. بسیار خوب قید کردید. البته پیش از آمدن عید مردها به بازارها رفته چیزهای خوراکی، شیرینی، نشالا و غیره این چیزها را برای عید خریده به خانه حاضر میکردند. مادرها و زنها باشد خانه ها را تازه و آزاده کرده، آذوق پزی، پولچه پزی، چیزهای گوناگون دسترخوان آراسته کنی. حتی در روز عید و برکت این خیر و سخاوت بوده که خدا امر کرده بود، همه خانه ها درها گشاده، کم گرسنه در آن روز دیده نمیشد. خانه ای که میگذشت درها گشاده، دسترخوان آراسته، طعامها آماده اند، میتوانست که بخورد و استفاده بکند. یعنی که یک روزی عجایبی بود که در آن روز مردم دوستان خود را، خویشاوندان خود را خبر می‌گرفتند، از حال و احوال آنها آگاه می‌شدند، آنها را به این روی و تهنیت می‌گفتند و اخلاق نکو و آداب و رفتار نیکی ملی اسلامی خود را باز هم اوج بگیرد، باز هم سبب مهر و محبت و فیض و برکت در خاندان ما و شما باشد. خودی مصطفی اگر بابا داشته باشید مرحمت بفرمایید. یاد ما هست که همون شب عید هر یک عید لباس‌های خاص خود در لباس نو خریداری می‌کردیم و بالای سر خود می‌گذاشتیم که تا سحر پیشتر از خواب برخیزیم. حتی بعضی شب‌ها که خواب نمی‌کردیم تا سحر همون لباس‌های خود پوشیده به عیدگاه رویم. دیگر اینکه از امام محله همین بود که یک روز پیش از عید خانه‌ها می‌گشتند، دعا می‌کردند و برای عید هشدار می‌دادند. یعنی از این ما فهمیده می‌شدیم که از این می‌دونستیم که فردا روز عید است. یعنی یک تبریکاتی را پیشکی آماده می‌کردند. بسیار یک عادت عجیبی که همون کودک‌ها و ما دیگر می‌دونستیم که همین فردا روز عید است، روز خرسندی است. الله مهربان همگی را عیدشان مبارک بگرداند، همچنان که صحابگان پیامبر یکدیگر را تبریک می‌کردند. و اینچنین در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از عید سراسیمه نمی‌شدند، بین مسجد آمده وسط مسجد مردم نظر می‌کردند که مردم یکدیگر را چگونه استقبال می‌کنند، چگونه تبریک می‌کنند و اونانی که مسجد می‌روند اینچنین همین حدیث پیامبر سراسیمه نشده از مسجد برآمده رفتن برای برادرها را دیده، دوستی کرده، تبریک کرده. چون که گفتن همین دعا را اگر به عربی هم که ندونستن کردن، دعا کرده باشند که خداوند از ما و از شما این عملهای نیک را در این مدت یک ماه قبول کرده باشد. درباره روزه ششیک که چگونه همین را بگیریم. روزه ششیک که از سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، همچنانی که استاد اشاره کردن، اما شاید این برادران دیر یعنی به برنامه پیوستن بخبردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میگویند: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر کلی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن هر کسی که ماه شوال را روزه گرفت و بعد از آن 6 روز دیگر از ماه شوال روزه گرفت، گویا یک روزدار گشته است. تشکر زیاد. آواز شما کنده شد، خیلی زیاد کنده شد و استاد هم هدایت‌زاده میکوتا گفته میگذشته، چون بعد از آنکه استاد گفتن نافهمی ها بین مردم عامی نشود، مبادا نشود که روز عید سرکرده روزه دارند. یعنی که روزه داشتن روز عید جایز نیست، چون
استاد عطاالله نیست گذشته بله بودن. بله، حدیث‌های زیاد هم دست. از صحابه بسیار حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله روز عید را منع کردند. روز عید حرام است. خیلی در بدایت هم تاکید کردیم که الله تعالی وقتی ما رو 30 روز امر به روزه کرد، روزی یا 29 یا 30 روز خیلی ماه هجری میآید، بعد از اون الله تعالی گفت که همین عیدتون رو به فطر شروع کنه. برای گفت عید به فطر شروع میکنیم تا اینکه آدم گمان نکنه که این روز روزه‌داری هست و یک روز روزه میخورید، یعنی که فطر میکنید روز عید. پس از اون کسی خواهد کسی تمام داشته باشد، بعد همون 6 روز روزه شش رو میگیره و همیشه. خب گفتیم استاد اگر خودتون پیوسته گرفت خیلی بهتر است. اگر نتواند اگر مثلا در اون فاصله گذاشته روز در میانم که روزه دارد ان شاء الله اجر 6 رو میگیرد. و دیگر گفتن که 30 روز رمضان به منزلتی که 300 روز است و 6 روز به منزلتی 60 روز است. اینو ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله که انما صام الدهر، یعنی که آدم یک سالی دراز روزه گرفته باشد مادامی که 30 روز رمضان و 6 رو روزه دارد. خیلی که در آیات هست من جاء بالحسنة فله 10 امثال، یعنی هر آدمی که یک حسنه یکی آورد اجرش 10 برابر میشد. این هم روزی ما رو همین طور شد ان شاء الله. اگر با این روزه کنم مقبولی در با شود روزی سالانه رو اجر کسب میکنیم ان شاء الله تعالی. ان شاء الله. خب تشکر زیاد برای هر یک شما، برای که وقت در ما داشته و استودیو ما اومده. تشکر زیاد میگم. ایالت ما و شما را قبول کند، چون من میدونم که خودی حاضر در بعضی منطقه و در جاهای شما وقتی نماز مغرب است، وقتی افطار است و انشاءالله شما تیاری به افطار میبینید. اینچنین اکمل وقتی اجابت دعا است و وقتی دعا کنیم در حق همون نفرهایی که سیل زده ها تقریبا حدود 30 نفر جان باختند، در حق آنها دعا کنیم و آن نفرهایی که منزل هاشون مثلا از دست رفت و چقدر وحش شد در منطقه کلاب کشور، خداوند آنها را بر مصیبتشان الله سبحانه و تعالی صبر جمیل عطا فرماید و پاداش خداوند این ماه مبارک را به هر یکی ما نصیب گرداند. و البته وقت تنگی کرده ایستاده است، باز در آخر هر یک شما را با قدوم این ایام مبارک دعا میکنیم و اینچنین همون روایتی که از صحابه ها روایت شده است، آنها 6 ماه بعد از ماه رمضان دعا میکردند که الله سبحانه و تعالی از آنها این ماه مبارک را قبول و پذیرفته باشد. ما اینچنین دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی طاعت ها و عبادت های کوچکی ما و شما را به درگاه بی‌نیاز خود قبول فرموده باشد. سلامت باشید، آباد باشید، در امان خداوند باشید. عیدتان مبارک باشد. تشکر برای هر یک شما نیز مبارک باشد. تماشاگران عزیز، اینجا وقتی برنامه امروزه ما با پایان میرسد و تشکر میگویم که این لحظه ما رو همراهی کردید و کوتاه ما با استادان درباره عید سعید فطر صحبت داشتیم و انشاءالله باز برنامه های دیگر در آینده نیت داریم، نقشه داریم پیشکشی شما خواهیم کرد. و بار دیگر عید می آماده برای هر یک شما مبارک باشد. تا بازخوری دیگر خانه آباد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.